اسمی که پدر ما بسیار واضح گفته بودن که عملیات ما به خاطر ادبیات ماست، تمام مقاومت ما به خاطر حفظ فرهنگ، تمدن، زبان، هنر و بسیار چیزهای دیگر. دوستای عزیز، حرفای احمد مسعود ما و شما شنیدیم. این کلیپ تقدیم بونمو هر رامزاده های بیناموس اخوانی است که لایف میگن خراسان نگوین، تاجک نگوین، فارسی نگوین که وحدت ملی خراب میشه و این خلاف سیاست جبهه مقاومت است. احمد مسعود با صراحت لهجه گفت که مبارزه ما برای زبان فارسی است، برای حفظ قدرت خراسان و تاجیک است، مبارزه علیه افغانای هرامندوی و نسل جوگی افغانستان است. پس هر جوان تاجک با صراحت لهجه در لایف ها از خراسان، تاجک، فارسی و اقتدار ما باید یاد بکنیم. نر و فرهنگ با مقاومت پدر ما آییندار عالم بالاست پارسی. در دوران جهاد مقاومت قبلی هم بود، در مقاومت ما این موج میزنه. دقیقاً شما حتما دیدین عکس‌های فرماندهان ما را در کوک جلدی از حافظ. وقتی خیر محمد اندرابی شهید شد دوستای عزیز، در خیر محمد اندرابی در اندراب با جلدی از کتاب حافظ شهید شد. اونا شب یلدا را در کوههای اندراب تجلیل کردن. پس هر تاجک باید مقتدرانه از مسائلی که احمد مسعود در این مصاحبه خود گفته باید یادآوری بکنه. این مبارزه ما امروز باید بسیار متحدانه علیه فاشیسم، علیه افغانیسم و علیه کسایی است که مهاجرین کوههای سلیمان است که امروز در کشور ما آمدن و ظلم و جنایت میکنند و ما 200 سال است که علیه از اینا میجنگیم و خواب آرامشان نارام ساخته. پدر ما بسیار واضح گفته بودند که عملیات ما به خاطر